پاک باد اهورامزدا و فره اهورایی او. من شهراسپ موبد تو را فرا میخوانم کیخسرو پادشاه ایران. کنون که این نامه را میخوانی آگاه هستیم از 5000 پیکی که از سوی آتشکده های این سرزمین به دست تو رسیده است. همه چنین مضمونی را در بر دارند. همه میگویند که در آتش مقدس نبرد دیده‌اند، خون و شمشیر و خشم دیده‌اند. بدان که همه اینها از رویدادی است که در عالم دوم یا عالم میانه رخ داده است. گروهی از گناهکاران در دوزخ خسته از گناه و رنجیده از عذاب دست به ساخت بنایی مخصوص برای رستگاری خود و رسیدن به بهشت زده اند و در این میان نیز فرشتگانی به دور از دید اهورامزدای بزرگ که او از این موضوع و حوادث آن آگاه بوده است سپاهی فراهم کرده و هر سال گناهکاران در دوزخ را قتل عام می کردند. اما گویا آدم اول رقیب و دشمن پیشداد ما یعنی کیومرث بزرگ اولین شاه و انسان خدایی بر زمین در این نبرد کشته شده است. تو را تنها آگاه کنم که به زودی در کاخ تو در سرزمین ایران دادگاهی برپا خواهد شد که دادگر این دادگاه تو هستی. پس به سیاق نیاکان کیانیت حکم کن تا از این جدال بی معنا و از این بی توازنی خارج شود. اما نکته ای دیگر، باقی نامه را خود در خلوت میخوانی. اینطور عجب دوزخ راه بهشت را در پیش گرفته و بهشت راه دوزخ را. بی دلیل نبود که دیشب پدرم سیاوش پاک دامن در خواب گفت شو خطر کن که جهاندار جهانت بکنند، رو نظر کن که زمان صاحب جانت بکنند. بنگر چرخ فلک را که در این جای جهان شاه ایران و جهان را هم به نامت بکنند. رخ نشان ده به همه تا که ببینی که چه زود همه عالم همه یک سر طاعت بکنند. دادگر شو در این دادگری یزدان را تا که چون ایزد منان هم به نامت بکنند. یزدانا در این آزمون که فرموده ای پیروزم بگردم. حالا کار به جایی رسیده که بیدادگری ظلم و ستم به آن سرا هم رسیده است. سپهبدان، بله شاهنشاه. راه را آماده کنید، اما تا زمان فرمان دست به هیچ کاری نزنید. اطاعت. هیر بود. بله شاهنشاه. کتابخانه را آماده کنید. هر سند و نوشته ای که از دادگری پیشداد کیانی هم به جا مانده میخواهم. هر چه که هست، بزرگ و کوچک، حتی دادگری میان کشاورزان و دامداران را. اطاعت. میخواهم دادگری بس بزرگ انجام دهم. دادگاهی در پیش داریم که انگار خدا باید ناظرم باشد. دوزخ و پردیس در هم آمیختند و جز شاه ایران کسی را دادگر این بیداد نیست. ماندم چرا شاه ایران؟ مگر من که هستم جز انسان؟ مبادا مغرور شوی کیخسرو که عاقبت غرور جمشید بیدادگری 1000 ساله ضحاک را در پیش دارد. آماده باشید یاران من. شما دیروز در کارزار با تورانیان بودید و امروز در دادگاه شاهی. آنچه مقدر یزدان است همان است. آماده باشید که در این بیدادگاه ستمی روا شد، هر آن را بر سر جایش بنشانید. یزدان چنین نخواهد، اما اگر در اجرای حکم کوتاهی کردند و در پنهان ستم کردند، چه درباره بهشتیان و چه بیدادگری دوزخیان، هر دو را در هم میکوبید. یزدان خود خاتمه نیک این دادگاه باشد.